احمدشاه مسعود: من هیچگاه گریه نکردم. چون گریه میکردم افغانستان را از دست میدادم، ولی یک بار نتوانستم اشکم را نگاه دارم. این زمانی بود که تحت فشار سخت دشمن قرار داشتیم و بدون غذا و لباس گرم روز به سر می بردیم. روز بیرون از قرارگاه رفتم و زنی را دیدم که کودکی را در بغل داشت. کودک از بغل مادرش پایان آمد و رفت طرف بوته علفش را برکند و ریشه های پر از خاکش را خوردن گرفت. ترسیدم که مادر به طرف من فریاد میزند و میگوید: ای خاک بر سرت مسعود با این جنگ هایت. ولی مادر به کودکش گفت: بخور پسرم، باکی ندارد. خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم. بدون اختیار اشک از چشمانم جاری شد. سخت گریستم. گفته بود مرحوم.